به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، امروز همراه شما عزیزان اوعید عملهای خرافاتی در شبهای قدر صحبت میکنیم. چطوره که هر یکی ما و شما شاهد هستیم، الکی برای تمام شدن ماه مبارک رمضان فقط روزهای باشمار، همگی 9 روز با همین روز باقی مانده است و در این دهه اخیر بهترین شب قدر است که در عبادت این شب باید تمام مسلمان ها کوشش کنند، برای آنکه عبادتی که در این شب قدر انجام می شود برابر 84 سال و یا خود 1000 ماه است. ولی چطوری که می دانیم هر یک عبادت و یا عمل صالحی که هست لابد به آن یکی از خرافات و یا بدعت و یا چیزی بافته مغشوش و یا آمیخته شده است. بیاید امروز از نزدیک با شب قدر کدام شب است، چه عملها از روی سنت و از روی شریعت است، چه عملها باطل است و تماما در شریعت وجود ندارد و آیا شب قدر فقط در شب 27 است و یا شبهای دیگر با هم صحبت میکنیم. چه خیلی که گفتیم الکی ماه رمضان دارد با ما ویدا میکند و روزهای اندکی مانده است که برای 1 سال از نزد ما می رود و هر کسی که این ماه مبارک رمضان را با طاعت و عبادت با نکوکاری انجام داد و سپری کرد او برد کرد و فایده زیادی برای خود در هر دو دنیا گرفت و زیان دید و خسارت برداشت همان نفری که قدر این ماه مبارک را ندانست، مثل ماه‌های دیگر این ماه را به عبادت به یگان رضاگی پروردگار سپری نمود. اینجا گفتیم باید درباره شب قدر معلومات داشته باشیم. پیش از همه درباره فضیلت شب قدر هم آیت قرآن کریم و هم احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد وارد شده است و از همه درباره شب قدر شاید تمام ما سوره قدر لیلة القدر را همگی حفظ باشیم که الله در این آیت و یا در این سوره درباره فضیلت خودی همین شبهای قدر و درباره عملهای این شب مفصلا بیان کرده است و میگوید این انزلناه فی لیلة القدر، براستی که ما قرآن کریم را در شب قدر نازل کردیم و چگونه که میدانیم قرآن کریم همگی از لوح المحفوظ کاملا به آسمان دنیا و بیت العزه در شب قدر فرود آمده است. سپس کم کم قسم به آسمان دنیا به پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال نازل شد و الله در این سوره میگوید لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شب قدر از 1000 ماه بهتر می باشد. درباره بهتریت این علما میگویند عبادتی که در این شب قدر میکنید بهتر از عبادت 1000 ماهه و یا 84 ساله می باشد. بعضی از علما میگویند عبادتی که در این شب میکنید گویا که شما 84 سال عبادت کرده اید یا از آن هم بهتر و برتر می باشد و در دوام آیت میگوید سلام هی حتی مطلع الفجر، این شبی است که تا طلوع فجر تا صبح در سلامت است، در امانت است، هیچ زیان در این شب، هیچ اجنه و شیطان وجود ندارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حتی شعاعهای ستاره به زمین نمیزند و در این شب هر یک قدم در روی زمین پر از فرشته ها می شوند و به اندازه سنگچه های روی زمین را تمام فرشته ها فرا می گیرند و درباره فضیلت همین شب خیلی که الله می گوید هم جبرائیل و هم تمام فرشته ها صف کشان به زمین نازل می شوند و آیدش احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خیلی زیاد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم
علل خصوص در دهه آخر رمضان که در این دهه شب قدر وجود دارد خیلی زیاد اجتهاد میکردند و تمام این شبها را شب زنده داری میکردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این هذا الشهر قد حضرکم و فیه لیلة خیر من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخیر كله و لا یحرم خیرها الا المحروم. این ماه به نزد شما آمد و در این ماه شبی است که از 1000 ماه بهتر می باشد. هر کسی که از خیر آن شب محروم گشت، آن شب را بیدارخوابی نکرد، به عبادت سپری کرد، او از تمام خیرات محروم است و براستی که بجز از تمام خیرات محروم شده کسی دیگر از این خیر و برکت این شب محروم نمی گردد. پس هر نفری که خیر و برکت این شب را و عبادت این شب را درک نکرد و به دست نآورد از خیرات زیاد محروم می گردد. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در صحیحین است، من یقوم لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که شبهای قدر را بیدارخوابی کند در حالی که به الله ایمان دارد و اجر آن را از الله طلب می کند، تمام گناههای او بخشیده می شود. و حضرت عایشه میگویند رضی الله عنها وقت دهه آخر داخل می شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم تمامی همسران خود را بیدار می کردند و خودشان تمام شب عبادت می کردند و تا سحر بیدار خوابی می کشیدند و هرگز خواب نمی کردند. برابر همسران خود را بیدار کردن آنقدر جهد و کوشش در این دهه آخر می کردند که در یگان وقت دیگری رمضان نکرده بودند. پس گفتیم این شب مبارک است و خیلی زیاد اجر و ثواب دارد، ولیکن معنای قدر میگویم لیلة القدر یا شب قدر، خود قدر چی معنا داشته باشد. در تاجیکستان یک عباره چخیل گویم بافته شده یا خود خرافاتی است که میگویند لیلة القدر یک پرنده هست و اون پرنده در شبهای قدر ظاهر می شود یا در دهه آخر رمضان ظاهر می شود و از این چیزها. ولیکن لیله از کلمه شب، از کلمه لیل که معنای شب است و قدر از همان قدر یا با قدری که در زبان تاجیکی خودمان هم هست. پس شبی با قدر گفته می توانیم ترجمه اش کنیم. چرا این شب را شب با قدر الله نامید و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم شب قدرگویان و مایان شناس کردند؟ پیش از همه در این باره در کتاب خود فتح الباری و دیگر کتاب ها نیز یک چند سخنهای علما را وارد کردند. از همه مشهورترین این سخنها این است که در این شب تقدیر یک ساله نوشته می شود. برای آن که در این شب تقدیر یک ساله هر یک انسان نوشته می شود، الله این شب را شب قدر یا خود شب نوشتن تقدیر نامید و در این باره فیها یفرق کل امر حکیم گویان آیت هم نازل شده است که در این شب تمامی امرها از هم جدا کرده می شود و تمامی تقدیرهای یک ساله که چی مصیبت می آید، چی بخت می آید، چی مشکلی می آید و انسان چی کارها می کند در این شب نوشته می شود. و معنای دیگرش این است که معنای قدر تقدیر نه و با قدری و با عزتی و یا خود صاحب شرف می باشد، برای آنکه این شب یک چند شرف ها و یا قدر و قیمت خود را دارد. بالاترین آن این است که عبادت این شب برابر برابر 1000 ماه می باشد و از شرف دیگری این شب از آن است که قرآن همگیش در این شب به بیت العزه نازل شده است و یکی از عزت این شب در آن است که فرشته ها حتی همراه جبرائیل در وقت غروب آفتاب به زمین نازل می شوند و در تمام زمین کل زمین را فرا می گیرند و برای هر یک نفری که در این شب زنده داری می کند، طاعت و عبادت می کند، دعا می کنند. پس می توانیم بگوییم که این شب شبی نوشتن تقدیر هاست و این شب شبی است که در آن فرشته ها نازل می شوند و شبی بود که در آن
قرآن نازل شده بود. برای همین این شب را شب قدر میگویند. و اما پرنده هست به نام لیلة القدر و از این چیزها هیچ اساسی ندارد و در این باره کمی بعد با هم صحبت میکنیم. و گفتیم شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان است. بعضی از علما یا بعضی از حتی نفران مشهور هم میگن 100% 27م شب رمضان شب قدر است. لیکن عزیزان 100% بودن این رو اگر گفتیم این اشتباه است، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث نه، در یک چند حدیث هایی که در بخاری و مسلم و دیگر کتاب های سنن آمده است میگویند شبهای قدر را در دهه آخر اساساً در در شبهای توقع دهه آخر شما کوف تو کوف کنید. از جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تحروا لیلة القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان. شما شبهای قدر را در شبهای توقع دهه آخر جستجو کنید. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تحروا لیلة القدر فی عشر من رمضان و فی اواخر عشر من رمضان. شما شبهای قدر را در دهه آخر پیدا کنید. و خود حضرت عایشه هم میگویند رضی الله عنها پیامبر در دهه آخر خیلی زیاد کوشش میکردند و احادیث خیلی زیاد آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من گمان میکردم که در دهه اول و یا وسط ماه رمضان شب قدر وجود دارد، سپس من در خواب دیدم که در دهه آخر وجود دارد. ولی وقتی میخواستم به شما معین کنم یا روزش را گویم یک بار فراموش کردم. و در این باره حدیث در صحیح بخاری هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم باره میگویند من از خانه بیرون شدم تا که به شمایان شب قدر را بیان کنم که کدام شب است. سپس دیدم که این دو نفر با هم جنگ و تلاش دارند، مخاصمت و کشمکشی دارند، یکی دیگری را دشنام میکند، دیگری اینش را. سپس با اینها مشغول شدم و فراموش کردم. و پیامبر رحمت میگویند و عسى ان یکون خیر لکم، شاید این فراموشی من برای شما خیر دارد، برای آن که من اگر با تهدید شب قدر را به شما میگفتم که 27م است و یا 25م است و یا 23م، شما فقط همان شب را عبادت میکردید. ولی چون من فراموش کردم و اکنون به شما میگویم در دهه آخر علل خصوص در شبهای توقع دهه آخر شب قدر وجود دارد، شمایان کلی شب قدر را با هم در دهه آخر پیدا کردن میخواهید و تمام این 10 روز را علل خصوص شبهای توقع را با عبادت میگذرانید. پس فراموشی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مایان خیر دارد، برای آنکه ما اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک شب را میگفتند فقط یک شب عبادت میکردیم و به ما نگفتند و ما تمام این شبهای توقع را کوف تو کوف میکنیم و شاید امشب باشد، شاید شب 25م و یا 23م گویان الکی به عبادت سپری میکنیم. و حدیث در این باره خیلی زیاد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شاید که در شب 21م، شاید که در شب 23م، شاید که در شب 25م و یا 27م و یا 29م باشد. پس عزیزان حتما در این وقت ما باید فقط شب 27 نه، در تمام این شبهای توقع به عبادت پروردگار مشغول باشیم. برای آنکه اگرچه قول عبدالله ابن عباس است که این شب 27م است و بعضی از علمای دیگر میگویند این شب 27م است، اما حدیثهای دیگر و اثرهای دیگری صحابگان مثل عباده ابن صامت و دیگرها هست که میگویند ما علامت‌های شب قدر رو در شب 21م دیده بودیم، بعضی‌ها میگویند در شب 23م، بعضی‌ها میگویند در شب 25م. پس شب قدر را 100% ما گفته نمیتوانیم که فقط 27م است. و بعضی از علما میگویند چگونه که ماه رمضان هر سال تغییر مییابد، روز عید تغییر مییابد، 10 روز پیش میآید، شبهای قدر هم تغییر مییابد. گاهی میشود که شب 23م، گاهی میشود که شب 21م، گاهی میشود که شب 25م و یا 27م میشود. برای همین چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفتند حتما در شبهای توقع ما باید این شب را پیدا کنیم. پس از روی احادیثی که
پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر دادن و اثرهای صحابگان، شب قدر یک شب معین نبود، در شبهای طاقه آخر دهه وجود دارد که ما باید این شبها را مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم شب زنده داری کنیم. اما چگونه که گفتیم اگرچه به تحدید همین شب نگفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، لیکن یک چند علامت هایش را در احادیث به ما بیان کردند. از جمله در حدیث مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی شب قدر شد، سحری آن شب وقتی آفتاب می درخشد، آفتاب مثل همیشه نورهایش همه جا را فرا نمی گیرد و گویا که مثل ماهتاب شب 14 می شود، به شعاع یا خود به نور افشانی. پس وقتی که شب قدر شد، سحریش آنقدر آفتاب مثل همیشه نمی درخشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند نه خنک و خنک و نه از حد گرم می شود، نه سرد و نه گرم. هوا گویا که توسط، نه بین از حد گرمی نه بین از حد سردی می باشد. و بعضی از صحابه ها می گویند در این باره حدیث در بخاری هم آمدگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم شب قدر را خواب می بینند که اون شب بارانی است و خیلی باران می بارید و پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت سجده حتی جبههشون لایالوده می شد. و بعضی از صحابه ها میگویند در شب 21 ما این علامت را دیده بودیم، همون شب خیلی باران میبارید. پس یکی از علامت های دیگرش این است که در آن شب باران هم میبارد و عموما خیلی شب آرام است، خیلی که الله خودش در سوره قدر میگوید سلام هی حتی مطلع الفجر. آن شبی هست که هیچ اذیت، هیچ خوف و ترس و دهشت در آن شب وجود ندارد. قلب‌های مؤمنان خیلی در آن شب آرام است و خود شب هم یک شب آرامی هست و گویا که ماهتاب هم در آن شب نصفش نمودار می شود و وقتی سحر می شود آفتاب مثل همیشه نورهایش همه جا را با گرمی فرا نمی گیرد، بلکه مثل ماهتاب شب 15 به نور، ولیکن بعضی از قولها مثل یک طبقه زرد بزرگ در آسمان نمایان می شود. اما درباره اینکه گفتیم 100% بیاید تهدید میکنیم این 27 است، در این باره یگان حدیث ثابت آمدگی نیست، بلکه تمام حدیث های صحیح از آن هستند که شب قدر در دهه آخر شبهای طاق شما می توانید کفت و کاو کنید. پس علامت هایش رو هم بیان کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم و برای مایان این شب رو هم در کدام شبها پیدا کنیم و سبب فراموشی پیامبر رو خودشان هم گفتن که این دو نفر با هم جنگ و جنجال کردن، من فراموش کردم، شاید خیر است. و بعضی از علما میگوین از این ما میتوانیم استنباط کنیم که بعضی جنگ و جنجال ها، کشمکشی ها، نزاعها و اصطلاح روسی سپارها سبب می شود که بعضی از علم فراموش شود و یک مصیبت بالای امت بیاید، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم این همه خیر بزرگ را به خاطر دو نفری که با هم جنگ و تلاش داشتند فراموش کردند. اما درباره عبادت هایش بیاید پیش از آن که درباره عبادت های این شب صحبت کنیم، درباره خرافات هایش اول صحبت کنیم که در این باره افسانه های بافته شده و خرافات های خیلی زیاد در تاجیکستان است و من خودم گمان میکنم وقتی در زمان شوروی فقط برای مردم از اسلام یک شعله از شب قدر باقی مانده بود و شخصان تقوادار رو با ایمان میگفتن حداقل همین شب رو با ایمان ما سپری کنیم تا که اجر و ثواب 1000 ماهه رو به دست گیریم. و اینجا هم دشمنان دین خرافات خود را داخل کردند که بجای عبادت شب قدر را کردن، شمایان انتظار پرنده لیلة القدر باشد و یا شمایان انتظار نور باشد، همان رو وقتی میبینید دیگر عبادت برای شما لازم نیست، برای همیشگی آرزوهای شما دیگر اجابت می شود. و درباره خرافات ها پیش از همه عزیزان چه خیلی که گفتیم، بعضی ها گمان میکنن لیلة القدر نام پرنده هست، هر نفری که آن را میبیند هرچی دعای دارد یا تمنیات دارد و تمنیات خود میرسد. و بعضی از نفران حتی میگویند هر جایی که شما با دیدن لیلة القدر و یا این پرنده دست زدید آنجا طلایی می شود و یک بار شما دیگر خیلی ثروتمند می شوید. البته که این یگان اساس ندارد.
خیلی که گفتیم لیل معنای شب است، قدر از کلمه با قدر بودن و در بعضی از معناها کلمه تقدیر گرفته شده است. و لیلة القدر یگان پرنده هم ندارد، یگان فرشته که بیاید و به ما ظاهر شود و ما او را ببینیم، چون این چیز وجود ندارد. البته که شب نازل شدن فرشته ها به زمین و آسمان دنیا هست و حتی روح یا خود جبرائیل نازل می شوند به زمین، ولیکن آنها را انسان دیده نمی تواند. آنها برای مایان دعا میکنند و ما باید این شب را با عبادت گذرانیم، نه با انتظار شدن لیلک یا خود یک پرنده قدری و یا با انتظار فرشته ها که الان به نزد ما می آیند و ما دیدیم آرزوهایمان را میگوییم. خرافات های هست که هیچ اساس ندارد، بافته شده است. و چیزی دیگر، بعضی ها گمان میکنند این شب شب نازل شدن ارواح ها می باشد و حتی بعضی از نفرانی که خویش و تبارشان وفات کردند همگی جمع می شوند و میگویند ارواح پدرم امشب می آید، ارواح مادرم امشب می آید و همگی انتظار می شوند که گویا ارواح می آید. این هم یگان اساس ندارد. و خیلی که در آیت درباره نازل شدن روح پروردگار گام میزند، روح در اینجا همان جبرائیل است، نه روحی که روحی آدمی زاد باشد یا خود یگان نفری مرده باشد. وقتی الله میگوید تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم، اینجا روح جبرائیل هستند که در این شب جبرائیل همراه فرشته ها نازل میشوند. و یکی از خرافات های دیگری مردمی این است که این شب یا خود شب قدر گویا که 100 رکعت نماز مخصوص با نیتی مخصوص با دعاهای و ذکرهای مخصوص داشته باشد. عزیزان کمی بعد در این باره صحبت میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این شب همان نماز تهجدی خود را میخواندند که از 8 رکعت زیاد نبود. 8 رکعت میخواندند، سپس 3 رکعت ویتر میخواندند، اما در 8 رکعت خیلی زیاد تلاوت میکردند، شاید در یک رکعت تا 2 جزء یا 3 جزء از قرآن و در هر یک آیت با تفکر، با آرامی، با دعا تمام میکردند. لیکن 100 رکعت نماز خواندن در یگان جا آمدگی نیست. انسان میتواند به قدر استطاعت خود 2 رکعت، 10 رکعت، 100 رکعت، 150 رکعت چقدر که خواهد بخواند، لیکن 100 رکعت مخصوص برای شب قدر وجود ندارد. و از روی سنت میتوانیم این شب رو ما شبی مثلا نماز تهجد 8 رکعت و یا 20 رکعت، خیلی که میتوانیم تراویح و تهجد رو 20 رکعت خونیم یا از اون زیاد خونیم، اما مخصوص که حتما من برای شب قدر 100 رکعت باید نماز خونم در یگان جا وجود ندارد. و بعضی دیگران میگویند این شب هست که 2 رکعت نماز شب قدر دارد، نیتی مخصوص دارد که من نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز قدر شب رمضان و از اینها. این هم یگان اساس ندارد. نماز با نام شب قدر وجود ندارد. عبادت در شب قدر، تمام عبادت ها اجر و ثوابش برابر 1000 ماه است و یا حتی از آن هم بهتر است، اما عبادت مخصوصی که فقط شب قدر باید کرده شود وجود ندارد. پس 100 رکعت نماز شب، پرنده های مثل لیلة القدر، نازل شدن روح انسان یا خود ارواح های گذشتگان، اینها همش خرافات های مردمی می باشند. اما درباره عبادت این شب، وقتی حضرت عایشه به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که پیامبر الله، اگر من شب قدر را دریافت کردم و من نصیبم شد، من چی گویم یا چی کار کنم؟ پیامبر به حضرت عایشه دعا را یاد میدهند، میگویند ای عایشه بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو بخشنده ای، بخشیدن را دوست می‌داری، پس مرا ببخش. این دعایی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همسرشون می‌آموزانند و میگویند همین دعا را در شب قدر بگو. و از روی همین حدیث علما استنباط کرده میگویند پس دعا در این شب خیلی منزلت بالا دارد و گویا که به جای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چند رکعت زیاد نماز خوان، حتی گفتن که تو این دعا را بخوان. برای همین این شب شبی دعا و استجابت دعا می باشد. تا توان باید در این شب دعاهای خود را، و البته که دعاهایی که در آن هیچ در داخلش گناه، بدخواهی، نابودی یگان عزیزانه نباشد، باید زیاد و زیاد دعا کنیم. و
خود حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم در این شبها نماز میخواندند و وقتی آیت ها را میخواندند هر آیتی که در آنجا درباره عذاب دوزخ آمده باشد از آن پناه میبردند. هر آیتی که در آنجا درباره جنت و نعمتش باشد آن را از الله طلب میکردند و برابر قرآن خواندن در داخل نماز با تفکر، با دعا و تمام خشوع نماز را انجام میدادند. پس در این شب ما میتوانیم نماز تهجد عادی لیکن با قرائت دور و دراز و یا خود با آرامش کامل، آنهایی که زیاد قرآن حفظ نیستند و یا سوره های دراز را نمیتوانند بخوانند میتوانند سوره های کوتاه را خوانند لیکن خیلی با آرامی در سجده زیاد ایستاده، در رکوع زیاد ایستاده و عموما کاملا با آرامش و شتاب نکرده نماز خوانند. و البته که بقیه تمام عملهایی که در شریعت آمده است مثل صدقه کردن و یا ذکر کردن، سبحان الله الحمدلله گفتن و یا اینکه دیگر ذکرها و دعاهایی که آمده است، همه این کارها را کردن در این شب ثواب خیلی زیاد دارد. لیکن عزیزان چه خیلی که گفتیم نه من باید 100 رکعت نماز خوانم، من نتوانستم. بعضی ها میگوین هرچی کردم فقط 60 رکعت خواندم، بعضی ها میگوین هرچی کردم فقط من 20 رکعت خواندم. ولیکن چه خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان هم در غیر رمضان هم زیاده از 8 رکعت نماز قیام اللیل سپس 3 رکعت وتر دیگر نماز نمی خواندند. اما از زیبایی آن، از دور و درازی آن، از با تمکین و با آرامی با خشوع خواندن آن، حضرت عایشه میگن حتی نپرسید، اون قدر با آرامی میخواندند، اون قدر با خشوع میخواندند. پس بیایید با عبادت سپری کنیم و این شبها را با تمام نوع عبادتی که در آن اساس هست، یعنی بافته شده نیست. کسی که میگوید مثلا 2 رکعت شب قدر نیت میکنی، چندین بار سوره قدر را میخوانی، بسیاری ها این گونه خرافات یا خود بدعت هم دارند، میگویند حتما باید در هر یک رکعت تو بعد از سوره فاتحه سوره قدر این انزلناه را بخوانی، برای اینکه این شب شب قدر است و حتما باید سوره قدر خوانده شود. این هم یگان اساس ندارد، یگان دلیل نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره قدر را در شب قدر خوانده باشند. تماما سوره های دراز می‌خواندند، شب قدر همین سوره را خواندن در یگان جا وارد نشده است. و چگونه که گفتیم شب قدر را ما میتوانیم الکی از روز گذشته پیدایش کنیم. بود روز گذشته شب 21 بود، شب 21، شب 23، شب 25، 27 و 29 یکی از این شبها شب قدر می باشد و همه این شبها را باید با عبادت گذرانیم. و بعضی از خرافات شاید خیلی خیلی پهن شده در بین زنها این است که زنهایی که در ماهانه عادت ماهانه یا خود حیض قرار دارند اگر این شب بیدار خوابی کردن گناهکار میشوند، این شب رو گویا حرام میکنند و اصلا نباید و دسترخوان شب قدر نزدیکی کنند و از این چیزها هیچ اساس ندارد. زنی که حایض است او میتواند نماز نمیخواند، قرآن نمیخواند، اما میتواند با دعا کردن که اساساً به حضرت عایشه پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا یاد داده بودند. این شب را با دعا کردن که دعا خودش چه خیلی که پیامبر میگویند مغز عبادت میباشد، با دعا کردن این شب را سپری کند و با صلوات فرستادن و سبحان الله و الحمدلله گفتن یگانه قرآن نمیخواند و نماز نمیخواند. و عزیزان این بود درباره شب قدر و عبادت ها و بعضی از خرافات هایی که عموما در شریعت نیست و مردم این رو همچون یک دین قبول کردگی هستند، ولیکن افسوس که افسانه بجز افسانه چیزی دیگری نیست. و چیزی دیگر عزیزان در بسیاری از مناطق تاجیکستان دسترخوان خیلی کلان زیبای میکشایند و اطراف آن همه جمع میشوند و این شب گویا که جشن شب قدر باشد تا سحر بعضی ها با خوردن و نوشیدن آواره هستند. البته که پیامبر صلی الله علیه و سلم اساساً دهه آخر را در مسجد میگذرانیدند.
و چگونه که میدانیم مسجد جای عبادت است، فقط برای خوراک خوردن یک چند دقیقه جدا میکنند، سپس همه به عبادت مشغول میشوند. اما دسترخوان‌های کلان و همش را پر از ناز و نعمت کردن و مردم به جای فکرش در عبادت و در پروردگار بودن به خوراک اگر رفت، دیگر این شب هیچ قدری در نزد ما ندارد و ما با خوردن و نوشیدن سپری کردیم. برای همین نفرانی که میگویند ما یک چند نفر شده شب را میگذرانیم، میخواهیم بیدار خوابی کنیم، نباید در آنجا دسترخوان‌های پر دبدبه، سپس غیبت و سخن‌های دیگر شود و بهترش این است که در مسجد، اگر در مسجد شرایط نباشد که در تاجیکستان برای زنها و الان شاید برای نفران زیاد هیچ علاج نیست، می توانیم بهترش تنها به تنها با اهل عائله خود در خانه با نزدیکان خود فقط، نه با یک جمعی کلان این شب را سپری کنیم. برای آنکه مقصد اساسی شب قدر این فقط شب زنده داری نه، بلکه با عبادت شب زنده داری کردن است و معنای عبادت رو میدونیم که هر کاری که برای رضایت الله میکنید و الله آن را دوست میدارد، نماز خواندن، ذکر کردن و در این شب هر عملی که به خاطر الله کرده می شود. سپس الان تا همین جا بود موضوعی که امروز برای شما عزیزان آماده کردم. میبینیم که اگر سوال ها هست به قسم سوال ها میگذاریم و تا حد توان به سوال شما در جواب هستیم. سوال اول، نشانه دریافت شب قدر چی است؟ درباره نشانه دریافت شب قدر عزیزان چه خیلی که گفتیم یک چند حدیث آمدگی هست در این باره. یکی از نشانه هایش این است که این شب نه آنقدر خنک است، نه سرد است، نه گرم است و در این شب یک باد چی گویم شمالک میوزد، شمالکی که انسان نه از آن خیلی سرد می شود نه گرم می شود و ماهتاب مثل طبقی که نصفش نیست مثل آن پیدا می شود در آسمان و اساسا در بعضی از روایت ها آمده است که کم کم باران هم می بارد و خیلی شب آرامی هست. مثلا سگ یا خود خر با صوتش همه جا را همیشه دیگران را ناآرام میکند یا خود به گوش دیگران هرگز فارم نیست، لیکن امشب اساساً آواز خر و آواز سگ آنقدر شنیده نمی شود و امشب یک شبی هست که مردم خیلی با آرامی، اگر به بیرون برایت هم یگان ترس و تاریکی و واهمه وجود ندارد که این ملخصی احادیثی هست که میتوانید در خود تفسیر شب قدر از کتاب ابن کثیر و در باب فضیلت شب قدر در فتح الباری هم میتوانید پیدا کنید. سوال دیگر، شب قدر را پس از وتر واجب خواندن لازم است یا پیش از وتر واجب؟ اگر شب قدر گفتن نماز تهجد و یا نمازهایی که در شب قدر خوانده می شود آن را در نظر داشته باشید، پیش از وتر می خوانند از روی سنت، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه اول نماز قیام اللیل می خواندند 8 رکعت، سپس وتر می خواندند. برای همین از روی سنت وتر را پس از نمازهای شب می خوانید. سوال دیگر، در شب قدر کدام ذکرها را بسیار گوییم؟ پیش از همه همین ذکر و یا دعایی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به همسرشان حضرت عایشه گفتند، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، همین دعا را خیلی خیلی زیاد گوید. پس از این هر دعایی که میدانید از تسبیح و تحلیل و لا اله الا الله و از سبحان الله الحمدلله، تمام ذکرها رو میتوانید به دهان بیارید، لیکن از همه زیادتر همین ذکری که پیامبر به همسرشان آموختند که هم ذکر است هم دعا هست. آیا پیامبر بار شب قدر را دریافته اند؟ اگر ها، آن کدام شب بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم شب قدر را دریافته اند. در این باره احادیث بسیار است و عجیبش در آن است که در بعضی حدیث یعنی بعضی روایت ها آمده است که اون شب 21 بود. مثلا حدیث عباده ابن صامت میگویند شبی که پیامبر گفته بودند من در خواب دیدم که باران بارید و من به سجده میکردم و پیشانیم پر از خاک و لای میشد، شب 21 بود. در بعضی صحابه ها میگویند ما در شب 23 دیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم علامت هایی که در شب قدر گفته بودند مثل اینکه ماهتاب مثل یک طبقه نصفش نبوده میشود، این رو ما در شب 23 دیدیم. پس روایت ها خیلی با هم
مخالف هستند. بعضی ها میگویند بعضی صحابه ها 23 را دریافت کرده بودند، بعضی ها 27، بعضی ها 25. برای همین قسم زیادی علما میگویند شب قدر هر سال تنقل می شود، یعنی این سال شاید 21 و یا 23، سال دیگر 25. برای همین فقط همین شب رو، یعنی همه سال فقط 27 را شب قدر گویان پیامبر احیا کرده بودند. یگان دلیل نیست، بلکه چه خیلی که گفتم روایت ها زیادی است که گاه 21، گاه 23، گاه 27، گاه 25 آمدگی می باشد. سوال دیگر: یگان صحابه یا اولیاء الله از دریافت شب قدر چیزی در تاریخ گفتن؟ آیا این در یگان کتاب تاریخی گفته شده است؟ درباره شب قدر سخنی مشهوری عبدالله ابن عباس است. عبدالله ابن عباس سخنشان را در تمام کتاب ها، در تمام تفسیرها در زیر سوره قدر پیدا کرده می توانید که عبدالله ابن عباس میگویند شب قدر شب 27 است و به این به حضرت عمر یک چند دلیل می آورند. ولیکن اگرچه عبدالله ابن عباس گفتند در ما حدیث های زیاد است که این شب فقط شب 27 نیست، شاید 21، 23 باشد. و درباره سخن عبدالله ابن عباس میگویند چگونه ای که مثلا هیه گفته الله در قرآن گفت امشب شب 27 است و 7 قبط آسمان است، 7 قبط زمین است و 7 روز است. با همین 7 یک چند مثلا درهای جنت 8 یا درهای دوزخ 7 است و طبقه های آسمان و زمین، اینها رو به 7 همش رو میگویند و سپس میگویند امشب هم شب 27 است، یعنی همین کلمه 7 وجود دارد، برای همین 27 است. ولیکن این اثر عبدالله ابن عباس است، یگان حدیث نیست و بسیاری از علما، اکثریت علما همین قول رو گرفته میگویند شب قدر شب 27 است. سوال دیگر: اینجا کمی مرا تعریف کردگی هستن. راستی گپ تعریف رو نه دوست می‌دارم نه میخونم، فقط سوالتون رو میبینم که من یک برادر را میگوید به برنامه شما دعوت کردم، گفت آواز زن سطر است، گناهگار میشوی. آیا این درست است؟ خواهر عزیز یا سوال کننده عزیز هر کی هم باشه درباره آواز زن سطر است یا نه، من در برنامه ها الکی گفتم، میتوانید از آنجا پیدا کنید. و این برادری که میگوید آواز زن سطر است، اگر دلیل باشد مرحمت گوش نکند. و درباره این من الکی چندین بار معلومات دادم، نمیخواهم گشته برگشته یک سوال را در برنامه دور زنونیم. در این باره من جواب داده بودم، در یک نه در 2 برنامه. سوال دیگر: یک زن شوهرش زندانی های 3 فرزند دارد، می شود فطر روزه را به او بدهیم؟ سروچنا حتما جواب میدم، اگر سروچنا چند بار ننوشید هم. سوال دهنده عزیز، وقتی که ما درباره صدقه یا زکات فطر میگوییم گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم طعمة للمساکین گفتن، این خوراک برای مسکین کم بغلان است. این زنی که شما میدانید که پروردگار شوهرشان را به زودی آزاد کند، اگر مسکین هستند کم بغل هستند البته که فطر روزه را دهید. لیکن اگر میدونید که اگرچه شوهرش در زندان است این زن شرایط خوب دارد، یعنی از یگانجا درآمد دارد، شرایط خوب دارد، در این وقت فقط به خاطر اینکه شوهرش زندانی است به او زکات فطر را نمیدهند. فطر روزه را فقط به نفران کم بغل میدهیم و اگر این خواهر کم بغل باشند، یعنی مسکین باشند، محتاج باشند، البته که داده میتواند. سوال دیگر: من از شوهرم راستی روزه می دارم، خیلی می خواهم در این شبهای مبارک شب زنده داری کنم، اما شوهرم نمی مانند. دعا کنید به شوهرم توفیق دهد. پیش از همه پروردگار به شوهر شما و به تمام شوهران دیگر توفیق دهد. شوهرانی که به جای اون که گویند که یوتیوب تماشا نکن، سریال و از فیلم های بیهوده تماشا نکن، میگویند نه شب زنده داری نکن، که چقدر کفران نعمت است. ولیکن به هر حال اگر شوهرتون نمیماند وقتی خوابش برد شما میتوانید شب زنده داری کنید، وقتی خوابش برد میتوانید، اما نه بیدار است و نمیماند، در این وقت شب زنده داری کردن ثواب دارد. اما در این وقت ها ثوابی هست که اگر شوهر نخواهد زن باید اطاعت کند، لیکن شوهر به این کارش گناهگار می شود. گناهی است که ضد شریعت، ضد سنت پیامبر سخن کرده ایستاده است و الله هدایتش کند.
سوال دیگر، پیش از اسلام چه خیل روزه می گرفتند؟ مگر پیش از اسلام شب قدر وجود داشت؟ سوال کننده عزیز، پیش از اسلام روزه بود، این 100% است. در این باره الله در قرآن می گوید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. به شمایان روزه رو ما فرض گردانیدیم چگونه که به امتانی پیش از شما بوده فرض گردانیده بودیم. امتانی پیش از ما بوده هم روزه می گرفتند، اما روزه آنها از ما فرق میکرد. مثلا بعضی ها روزه در خود مسیحیان تماما دیگر خیل است. آنها مثلا چیزهای روغنی نمیخورند تا جایی که من میدانم و ساعتهایش هم فرق میکند و گرسنه نیبو فقط چیزهای خوراکهای مخصوص نمیخورند. و روزه در یهودو هم هست، حتی روزه در هندو و دیگر غیر دین های عثمانی هم وجود دارد. و چگونگی روزه آنها را میتوانیم از تاریخ خودشان پیدا کنیم، اما روزه در آنها بود برای آنکه قرآن از این خبر میدهد. اما درباره شب قدر در این باره اختلاف است. بعضی از علما میگویند شب قدر مخصوص مسلمان ها است، برای آنکه در این شب قرآن نازل شد و قرآن را الله فقط برای مسلمان ها نازل کرد. اما بعضی از علما میگویند تمام کتاب های آسمانی، تورات و انجیل و صحف ابراهیم و زبور، اینها نیز در شب قدر نازل شده بود و در امتان گذشته هم شب قدر وجود داشت که این مسئله اختلافی می باشد. صدبرگ خواهر سوال میکنند: سلام اپای عزیزم، اگر زن در ماه رمضان حیض بیند روزه اش را باید چند روز افطار کند؟ خواهر عزیز، چند روزی که حیض میبینید تمام آن روزها شما روزه اتان را میشکنید یا خود افطار میکنید. نو وابسته 3 روز 5 روز 6 روز هر یک زن میداند که ماهانه چند روز بیمار میشود. بعضی زنها 3 روز، بعضی ها زیادتر، بعضی ها حتی 1 روز. اما خرافات یا خود یک سخنی که در تاجیکستان خیلی منتشر است که زن فقط 3 روز حیض روزه نمیگیرد، بقیه اش غسل کرده روزه را دوام میدهد، اگرچه 7 روز حیض بیند 8 روز، هیچ اساس ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از نقصان دین شما ای زنها آن است که شما در وقت حیض نماز هم نمیخوانید، روزه هم نمیگیرید. این نقص دین شما است. در مردها این چیز وجود ندارد. پس زن در تمام روزهای حیض نباید روزه گیرد تا کاملا پاک شدن. سپس بعد از عید رمضان میتواند تا رمضان آینده قرضهایش را یک به یک دیگر تمام کند. اما اینکه در حیض هم پس از 3 روز می شود روزه گرفتن گناه است و روزه گیری برای زنی حایض این گناهی کبیره و حرام می باشد، مگر اینکه گوید من شرم میکنم از فرزندانم، یا اینکه دخترک شرم می‌دارد از پدرش، میتواند رشتی بخورد اما روزه وجود ندارد. سوال دیگر، شب قدر کی است؟ سوال کننده عزیز، درباره شب قدر نیم ساعت صحبت کردیم. گفتیم یا 21م که الکی گذشت، یا 23م که انشالله فردا است، یا 25م که پس از یک روزی آن، یا 27م یا 29م. یکی از همین شبها شب قدر است. تمام این شبها را از روی حدیث پیامبر باید با عبادت سپری کنیم. سوال دیگر، در شب قدر همبستری کردن من است یا نه؟ از روی سنت وقتی که حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم این شبها کمرشان را به عبادت میبستند، در تفسیر همین معنا آمده است که پیامبر دیگر از همسرانشان دوری میکردند. یعنی از روی سنت این است که در شبهای قدر یا دهه آخر زن و مرد خیلی به عبادت مشغول شوند و همبستری نکنند. لیکن این فقط سنت است، فقط سنت است، یعنی دور شدن از نزدیکی. سوال دیگر، آخر اپا جان ما همین خیلی شب قدر میکردیم، شما همه را نول کردید، اکنون چه خیلش میکنیم؟ من چه خیل باید شب قدر را گذرانیم و کدام شبها هست؟ درباره همش سوال کننده عزیز جواب دادم. انشالله که برنامه را از اول گوش کرده باشید، حتما جواب سوالتون را پیدا میکنید. اگر گوش نکردید خواهش میکنم تکرارا فقط با 20 دقیقه وقت خود برنامه را گوش کنید که در آنجا همه چیزی که از روی شریعت باید در شب قدر باشد و همچون امانت از قرآن و از سنت خبر دارم آن را نقل کردم. در شب قدر دعا کنید که الله همسری عالمه دهد نوشتند. ما هم دعا میکنیم، خودتان هم دعا کنید. امشب شب اجابت دعا هست. پروردگار تمام دعاهایی که دعای خالص است و در آن خیر و صلاح برای بنده است، الله آن را اجابت میکند. این وعده الله است که ادعونی استجیب لکم میگوید. سوال دیگر، سلام علیکم مادر جان، طرز خواندن نماز ویتر را میفهماندم. درباره طرز خواندن نماز ویتر سوال کننده عزیز،
یکی از آسانی شریعت ما در آن است که بعضی عبادت ها یک چند شکل دارند، همش هم صحیح است. از جمله این عبادت ها نماز ویتر می باشد. پیش از همه درباره رکعت هایش، نماز ویتر 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت خوانده می شود. بعضی ها 9 رکعت هم میگویند، لیکن مشهورش همین 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت خوانده می شود. و اگر شما 1 رکعت خواندید، در 1 رکعت سلام می دهید. اگر 3 رکعت خواندید، انا در 3 رکعت دیگر مشکل می شود. در خود مذهب ابو حنیفه هم رحمت الله علیه 2 نمودش هست. در دیگر مذهب ها هم درباره همش حدیث است، همش صحیح است. در یگان جایش اگر شما یکیش رو کردید و دیگرش رو نه، گناهکار نمیشوید. نماز فطر اگر شما 3 رکعت خواندید، می توانید مثل نماز شام خوانید. در این باره حدیث است و این رو بدعت گفته نمی توانیم. چگونه که نماز شام رو میخوانید، عیناً همین طور نماز وتر رو میخوانید، فقط در آخران رکعت پیش از رکوع کردن دعای قنوت یا اینکه بعد از رکوع کردن دعای قنوت رو میخوانید. حدیث درباره هر دویش آمدگی است. پیامبر پیش از رکوع کردن دعای قنوت رو خواندن، بعد از رکوع کردن، و در مذهب ابو حنیفه نیست هر دویش وجود دارد، کدامش رو کردید. و این چنین شما میتوانید نماز وتر رو 3 رکعت رو با یک نشستن خوانید، یعنی در درون این 3 رکعت فقط در آخران رکعت می نشینید. 2 رکعت رو خوانده نمی نشینید، بعد از 2 رکعت خوندن هم باز راست می شوید، باز از نو 3 رکعت رو تمام میکنید و در آخر یک باره التحیات رو خونده سلام میدهید. باز نمودی دیگرش این است که 2 رکعت رو خونده مثل 2 رکعت سنتی بامداد گفتیم، به 2 طرف سلام میدهید، باز 1 رکعت دیگر میخونید که هر 3اش وتر است. همه این نمودهایش پیش از رکوع دعای قنوت رو خواندن، بعد از رکوع دعای قنوت رو خواندن. دعای قنوت هم 2 خیل آمده است: اللهم اهدنا فیمن هدیت، سپس اللهم انی نستعینک و نستغفرک. کدامش رو گوید هم میشود، کدام نمودش رو خوانید هم میشود، برای اینکه همه نمودهایش به دلیل وجود دارد. سوال دیگر: اپا جان یک برنامه درباره چگونه تربیت کردن فرزند تشکیل میکردید، خیلی خوب میشد. اکثر مردم ما چگونه تربیت کردن فرزند را نمیدانند. سوال کننده عزیز، مایان برنامه‌ای که برنامه آستانه داریم اساساً درباره تربیت فرزند و همسر و عموما مسائلی عائلوی می باشد و به خاطر اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم، برنامه ها رو همش رو به موضوعهای رمضانی گذرانیدیم که مردم زیادتر استفاده برن. حتما پس از رمضان ان شاء الله درباره تربیت فرزند، درباره تربیت زن، درباره تمامی مسئله ها با هم صحبت میکنیم. سوال دیگر: من یک زن 75 ساله، معلوماتم عالی، 40 سال در مکتب درس دادم، اما در ماه رمضان شب زنده‌داری کرده چند چیز را پیشم آورده میماندم تا شب قدر را بینم. آن چیزها را قپم و طلا شود. حالا میبینم خرافات بوده است. خودم را خیلی مذمت کرده ایستادم. پیش از همه مادر جان، الله در عمرتان برکت دهد و اون خرافات هایی که شما ندانسته کردید هیچ گناهی ندارد و در ما در شریعت این رحمت پروردگار است که از روی جهل، نادانی، هر چیزی که شد الله آن را میبخشد. این از روی جهالت بود و نمیدانستید، ولیکن الحمدلله که پس از این هم در حیات هستید و فرصت شبهای قدر رو همین سال در نزدتان دارید. بجای به نزدتان دیگر چیزها رو آوردن و قپم و طلا شدن گویان، با عبادت های طلایی می توانید این شبها رو سپری کنید و البته که یگان پشیمانی یا خود مذمت به شما وجود ندارد، برای اون که از روی نادانی بود. اون همچین نادانیه که برای از بین بردن شب قدر ما، از دست گرفتن عبادت 1000 ماهه ما، چقدر دشمنان دین کوشش کردن که شمایان عبادت نکنید و به انتظار طلا شدن یکی از چیزهای خودتان باشید. سوال دیگر: Скажите, пожалуйста, если человек вас не видит пророка, саллаллаху алейхи вассалам, что это означает? سوال دهنده عزیز با روسی سوال دادگی هستید که میگویند اگر در خواب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بینید چی میشود؟ پیش از همه البته که بهترین خواب است. هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در خواب میبیند نه به همه نصیب میشود و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی که مرا در خواب دید مرا دیده است، برای اینکه شیطان به صورت من نمی آید. ولی عزیزان به این باید اهمیت دهیم که همون صورتی که پیامبر داشتن، با ریش دراز، با لباسهای سفید، با قامتی بلند، با چهره گندمگین،
این گونه اگر پیامبر را دیدید، شما در خواب پیامبر را دیدید و این برکت برای شما است که این به همه نصیب شده است که در خواب پیامبرش را بینند. لیکن دیدید که پیامبر ریش نداشتند و یا نعوذ بالله شیمی جنس پوشیده بودند و یا فوتبالکا و چیزهای اینها، در این وقت به این خواب باور نکنید. سوال دیگر: سلام علیکم خواهر جان، من 5 وقت نماز میخوانم، قرآنم ختم میکنم، نماز چاشت، نماز تهجد میخوانم، شکر خدا، ولی شوهرم گاه عرق مینوشند. من سخت دقت میشوم. خواهر عزیزم، همه این نمازهایی که خوانده ایستادید پروردگار به درگاهش قبول کند و عرق خوردن و نوشیدن شوهر شما برای شما نیست. شما اون نفر را به نوشیدن عرق هرگز دعوت نکردید، ولیکن هم دعای زیاد کنید، هم همه راهش را ببینید که با کدام راه میتوانید برای از این گناه کبیره دست کشیدن شوهرتان سهم گذاری کنید. برای آنکه من خودم شاهد هستم که خواهران زیاده با تقوای خود، با دعای خود، با جسارت و شجاعت و البته جهاد خود، شوهرانی حتی به مواد مخدر و نارکوتیک میگویم به اینها دست داده را توانستند برگردانند. اما هر چی کردید و برنگشت، دیگر این را بدانید که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو کسی که دوست می‌داری هدایت کرده نمی‌توانی، تو فقط راه نشان می‌دهی. هدایت کننده اصیل این اساسی ببخشید پروردگار است. سوال دیگر: سلام علیکم، میگفتید وقتی قرآن را ختم کردیم باید چه خیل یا به کسی بخشیده شود، ما چه خیل دعاها رو خوانیم در وقت ختم قرآن؟ و علیکم السلام. پیش از همه درباره بخشیدن قرآن به کسی بین علما اختلاف است. جمع زیادشون الحمدلله میگن ختم قرآن و عموما خواندن قرآن به کسی که بخشیده رفته میرسد، اما بعضی از علما میگوین به مرده ها قرآن نمیرسد، پیامبر این را نکردند، ولیکن اکثریت میگوین نه، چگونه ای که اجر صدقه، نماز، روزه میرسد، قرآن هم میرسد، لیکن دعای مخصوص ندارد. فقط میگوید پروردگار، قرآنی که من خواندم اگر به درگاهت قبول کرده باشی، از اجر و ثواب این به فلانی پدرم، مادرم یا یگان نفر دیگر، او را هم از اجر و ثواب من بهره مند کن. این گونه دعا میکنید. همین. سوال دیگر: فطر روزه را به چه کسی دادن جایز است و از چه کسی گرفتن جایز است؟ خواهش میکنم جواب گردانید. سوال کننده عزیز شاید برنامه گذشته ترازوی عمل رو گوش نکرده باشید که در آنجا من کاملا درباره فطر روزه چقدر از بکی میدهیم، کی میدهیم کاملا صحبت کرده بودم، ولی به هر حال جواب میدهم. فطر روزه را فقط به نفران کم بغل میدهند، طعمتان للمساکین. چه خیلی که گفتیم این مال یا خود حق کم بغلان است و انسان به پدر و مادر خود، به بابا و بیبی خود، به فرزند و نبیرگان خود دادنش جایز نیست. این چونین زن به شوهر، شوهر به زن دادنش جایز نیست و این چونین به شخصی کافر دادن جایز نیست و نفری که میدوند که فطر روزه را میگیرد و به گناه استفاده میکند، مثل اینکه به عرق نوشی و کارهای دیگر. و فطر روزه را شخصی مسلمان، کسی که روزه داشت، روزه نداشت، کم بغل است، ثروتمند است، کوچک است، بزرگ است، میدهند. پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که حدیث در ابو داود و بخاری و مسلم آمدگی هست، فطر روزه را فرض گردانیدند برای هر یک مسلمان، زن و مرد، آزاد و کنیز و حتی کوچک و بزرگ و در روایت ابو داود کم بغل و ثروتمند. به همه اینها فرض گردانیدن هر یک نفر مسلمان، حتی کودک یک روزه هم باید فطر روزه دهد، لیکن البته که از نام کودک پدرش میدهد و زن هم اگر شرایط خودش نباشد پدرش از شوهرش از نام او میدهد، ولیکن فقط کم بغلان میگیرند. این خوراک یا خود فطر روزه فقط خاص کم بغلان است و خوراکش هم طعمة للمساکین. در نزد جمهور علما از سر هر یک نفر 3 کیلوگرم برنج و یا 3 کیلوگرم ارد داده می شود و بعضی از علما از جمله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ابن تیمیه و امام بخاری هم به این قول هستند که می شود و روایت از حضرت علی هست که پولش را دهیم و در این باره بعضی از علما اجتهاد خود را دارند. سوال دیگر: السلام علیکم خواهر جان، درباره قوسچینی صحبت کن نوشتن. خدا لعنت کردگی چی به همه زنها قوشهایشان را میچینند. درباره و علیکم السلام و رحمت الله. پیش از همه شاید بعضی از خواهرها چیدن قوش لعنتی پروردگار بودن را نمیدونند، شاید بعضی دیگران میدونند و باز به گناه میروند. این رو من 100% نمیدونم، لیکن به هر حال چیدن قوش گناهی کبیره هست و چیدن قوش خود و نفران دیگر، آنهایی که در مرکزهای آرایشی کار میکنند، در سالن کراستی، خیلی که به اصطلاح روسی همه میدونیم، قوش کسی رو چیدن هم گناهی کبیره است، قوش خودتون رو هم.
پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردن نامسه و المتنمسه، هر کسی که ابروهای خودش رو میچیند، باریک میکند و دیگران رو میچیند. برای همین این گناه کبیره است. حتی شوهر گوید هم نباید به این گناه کبیره انسان دست زند. سوال دیگر: السلام علیکم و رحمت الله. در ما 2 ساعت شب هست، بعد تراویح ما چه خیل شینیم و چه نماز خونیم؟ تشکر زیاد. و علیکم السلام. اگر 2 ساعت فقط شب باشد، شما همون تراویحی که میخونید الکی نمازی از شب قدر حسابیده می شود و یا قیام اللیل حسابیده می شود. با نماز سپری کنید تا سحر شدن. اگر وقتتون کم است یا وقت کوتاه است، این در دست شما نیست. مهم از همون وقتی که افطار کردید و سیر شده تا وقت سحرخوری با عبادت مشغول باشید. تراویح بعد از آن کمتر قرآن خواندن، بعد از آن ذکر و دعا، و اگر فقط تراویح خواندید و تماما وقت تمام شد، اجرتون رو شما حاصل کردید. سوال دیگر: شب 21 گذشت یا امشب؟ شب 21 گذشت. شب گذشته شب 21 بود. امشب شب 22 و ان شاء الله فردا شاید که از شب‌های قدر باشد که شب 23 است. سوال دیگر: یک همکارم اتئیست میگوید من از تو خالص‌ترم، چون که من کارهای خوب رو میکنم و از هیچ کس هیچ اجر امیدوار نیستم، ریا نمیکنم. تو باشی به هر عملت مثل مزدور پاداش انتظار میشوی. به این چی میگوید؟ پیش از همه این بیچاره اتئیست باز بالای اون که اتئیست است خودش رو خالص میداند. عیناً همین خیلی فرعون هم میگفت من خیلی برای شما میترسم که شما رو به فساد موسی میکشاند. درباره این در قرآن خیلی زیاد آمدگی است. با آن همه بدبختی فرعون هم خودش رو از اصلاحگران میدانست. و البته که اگر ما برای عملهایمان از الله چیزی طلب نکنیم، دیگر از کی چی انتظار شویم؟ این ناامیدی هست. این اتئیستی بیچاره اگرچه میگوید خالصم، چقدر ناامید است برای اون که هیچ پاداش برای عملهایش نمیگیرد. لیکن ما عملی که میکنیم به خاطر الله هست و انتظار این رو هم داریم و طبیعت انسان مکافات را دوست می‌دارد. یعنی خرد و کلان، کوچک و بزرگ، الله انسان را چنان آفریده است که برای عملی کرده اش رحمت، تشکر، مکافات را دوست می‌دارد و به این گونه انسان ها اصلا اهمیت ندهید، فقط الله هدایتشان کند، وگرنه دیگر چی میگیم؟ حتی با جهنم از سنگ ها و یا خود از آتش جهنم خواهند شد. سوال دیگر: السلام علیکم اپا جان، سوال ما رو حتما جواب دهید یا همین سوالم رو درباره احترام شوهر کمترک باشد هم صحبت میکردید. درباره احترام شوهر سوال کننده عزیز، پیش از همه همین رو باید بدانیم که یک حدیث درباره احترام شوهر کفایت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر اجازت می بود که انسان بجز الله به چیز دیگری کسی دیگری سجده میکرد، من زنها را امر میکردم تا که به شوهرانشان سجده کنند، چون حق حقوق شوهر بالای زن زیاد است. و اگر گفتیم شوهر کی شده است که اونقدر حتی به سجده اگر باشد اجازت می شده است، خواهران عزیز، شوهر است که به سبب شوهر یگان نامردی به شما چشم بدکتی نگاه نمی کند. شوهر است که شمایان صاحب فرزند می شوید. شوهر است که صاحب عائله می شوید. و انسان هایی که شوهر ندارند، نه فرزند دارند و همیشه با چشم بد یا خود طعنه و ملامت مردم به آنها نگاه کرده می شود. و درباره احترام شوهر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند زن روزه نافله ندارد اگر شوهرش در نزد او باشد. اینجا نگاه کنید، حتی عبادت، روزه گرفتن عبادت است و یک روزه که انسان به خاطر الله می‌دارد چقدر سالها، در بعضی از روایت ها تا 70 سال او را از دوزخ دور میکند. به همین باشد هم پیامبر میگن نه شما روزه نگیرید، یعنی روزه نافله، روزه رمضان نه، اگر شوهرتان در نزد شما باشند، برای اون که احترام شوهر، ریزوگی شوهر و با او مناسبت درست داشتن، این از عبادت هایی که مستحب است بالاتر می باشد. برای همین اگرچه به دهان شوهری من یا چیزی عادی میگوییم، مسئله هست که انسان اگر در غیر مثلا فرض و واجبات شوهر را اطاعت نکند، عملهای او هباء منثورا می باشد. یعنی عبادت او تماما در نزد الله قدر ندارد. هر کسی که دیده و دانسته بالای شوهر خود ناحرمتی میکند. و اما
شوهری که به بینمازی، بی ستر و حجابی، روزه نگرفتن، با خویش و تبر قهری شدن، با پدر و مادر رفت و آمد نکردن به اینها امر میکند، در این وقت نباید احترام و ببخشید نباید اطاعت کرده شود، برای اون که اینجا شوهر بالای حقوق های الله و یا احکام الله صحبت کرده ایستاده است که صاحب این احکام یگانه الله است و زن باید یگانه الله را اطاعت کند. در غیر این عمل های عادی حتما باید گفته شوهر را زن اطاعت کند. سوال دیگر: سلام اپا، اگر به حق پدر 2 رکعت نماز خوانم چطور نیت کنم به حق پدر بخشم؟ و علیکم السلام. عادی نمازی نفل نیت میکنید، به حق پدر گفته نیت نمیکنید. و نیت عزیزان مکانش قلب است، با دهان یگان نیتی مخصوص آمدگی نیست. با قلبتون نیت میکنید که نماز نفل خوانده ایستادید، بعد از آن که سلام دادید میگوید پروردگارا نماز مرا اگر قبول کرده باشی من به پدرم اجر آن را بخشیدم که ان شاء الله رفته میرسد. سوال دیگر: مگر در دین اسلام کلمه کافر هست چنان که میگفتند؟ به فکرم نیست و کدام را همین کلمه را گوید مسلمان است. جواب میداده. راستی گپ من سوال را هم درست نفهمیدم. در اسلام کلمه کافر بودن خیلی زیاد است. مثلا این تماما یک چیز سوالی است که درست نفهمیدم، اما دوامش چند کلمه استفاده بردید کدام را همین کلمه را گوید. من سوال را درست نفهمیدم و ان شاء الله وقت هم به آخر رسید. در برنامه آینده باذن الله اگر سوال را کاملا نوشته جواب میدهم، اگر نتوانستید میتوانید رقم های ما را از همکاران گیرید و به من سوال را روان کنید تا توان در جواب دادن هستم. و عزیزان این بود برنامه امروزه ترازوی عمل درباره شب قدر، عبادت های شب قدر و کدام شب قدر است. با امید آن که عبادت امشب را شما پیدا کنید و در این شب دعا کردن در حق همدیگر و در حق پدر و مادر، در حق خواهر و برادران تاجیک هرگز فراموش نشود، علل خصوص در این روزهایی که در تشویش هستیم و مردم تاجیکستان علل خصوص مردم اسفره با یک به یگان شک و شبه گفته میتوانم به یک فتنه بین 2 همسایه دوچار شده ایستادن که الله میداند این فتنه را کی میخواهد کی آتش آن را روشن کرد در حق آنها نیست. دعا کنید که بگذار جنگ و جنجال در سرزمین ما هرگز فرا نرسد و هر جنگی می شود در داخل عائله های باشد که بالای مردم ظلم و ستم میکنند. شمایان را به الله یکتا می سپارم و عبادت شب‌های قدر، دعاها، همه اینها نصیب هر یک ما و شما گردد. تا برنامه دیگر در پناه الله باشید و امروز انشاءالله ساعت 18 به وقت مسکو برنامه دیدگاه داریم. متابعت کردن آن، اشتراک کردن در آن برنامه را نیز فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.